الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 89 از آموزش کلمة التوحید، عروة الوثقى، كلمة الطيبة، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. در حلقه های گذشته به شما چندین مسائل در مسئله انقیاد بیان کرده شد و برای اینکه اثبات شود که انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است، دلیل ها از قرآن و دلیل ها یک چند از حدیث و از اجماع و اقوال علما ذکر کرده شد. اما در این حلقه نیز مسائل هایی که تعلق به شرط صحت لا اله الا الله که آخرین شرط است الانقیاد بیان کرده خواهد شد. سوال اینجاست که به چه چیزها انقیاد به وجود می آید؟ یعنی انقیاد چگونه تحقیق می یابد؟ بارک الله فیکم. انقیاد در انسان کامل می شود، تحقیق می یابد، به وجود می آید به بجا آوردن امرهای الله سبحانه و تعالی، بجا آوردن عمل و همیشه التزام بودن به انجام دادن فعلهای فرائض، فرضهایی که الله سبحانه و تعالی فرض کرده است، ملتزم بودن به شریعت، طاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را انجام دادن، آشکار کردن حکم و تسلیم شدن بر دین و ترک کردن نهی‌هایی که الله سبحانه و تعالی نهی کرده است. البته ترک کردن چیزهای حرام و دور شدن از محرمات و بالخصوص و اساس دور شدن و ترک کردن شکننده های اسلام که انسان را کافر می کند. بارک الله فیکم. به همه این چیزهای ذکر شده انقیاد در انسان به وجود می آید. پس برادرم و خواهر موحدم، این عملهای گفته شده را، ذکر شده را انجام بده تا که انقیادت در تو به وجود آید. انقیادت به وجود که آمد، دان که انشاء الله نجات خواهی یافت. پس انقیاد تعلق به امر و نهی است. ما اگر به عباره دیگر بگوییم، انقیاد متعلق به امر و طاعت الله سبحانه و تعالی است. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب الصارم المسلوم علی شاتم الرسول میگویند و کلام الله خبر و امر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والامر يستوجب الانقياد والاسلام. کلام الله خبر است و امر است. یعنی این قرآنی که امروز در بین من و شما هست، قسمش خبر است و قسم دیگرش امر است. خبر به ما واجب می شمارد که ما تصدیقش بکنیم. به ما واجب است، ضرور است که خبرهای الله داده را که در قرآن از امتهای گذشته و از قصه ها خبر داده است تصدیقش بکنیم و امر را واجب است که انقیاد بکنیم. یعنی امرهایی که الله کرده است انقیاد بکنیم. برای همین علما گفتند اسلام بر بالای دو چیز قائم است. اولش التصدیق و القبول، دومش الانقیاد. بارک الله فیکم. مسئله دیگر اینجاست که آیا ممکن هست که انقیاد به رغبت و رضا و محبت به وجود بیاید؟ یعنی یک انسان انقیاد به شریعت دارد، عملهای شریعت را انجام می دهد. انقیاد گفتیم معنای ثابت بودن در عمل. یک انسان عملهای شریعت را انجام می دهد، انقیاد را انجام می دهد. این شرط هفتم صحت لا اله الا الله در این انسان به وجود آمده است. اما
رضا از الله، رضا از شریعت ندارد. رغبت یعنی انجام دادن عمل به ترس الله وجود ندارد. محبت وجود ندارد. آیا ممکن است؟ علما میگویند که این ناممکن است. هر کسی که مؤمن واقعی هست ناممکن است که انقیادش به وجود آید اما به محبت الله، به محبت شریعت، به رضا باشد، رضا نباشد، محبت نباشد، رغبت نداشته باشد، انقیادش به وجود آمدنش ناممکن است. اما بارک الله فیکم در بعض حالت انقیاد یعنی عمل به محبت، عمل رو انجام میدهد اما محبت ندارد، نه به الله و رسولش دینش. عمل رو انجام میدهد رضا وجود ندارد، نه رضا به شریعت، نه رضا از الله و رسولش. و انقیاد عمل رو انجام میدهد اما رغبت ندارد. این رو علما میگن در دو حالت. حالت اول این انقیاد قدری، انقیاد قدری که متعلق به ربوبیت است. ما در حلقه گذشته گفتیم که انقیاد قدری هست و انقیاد شرعی هست. انقیاد قدری را خواهیم نخواهیم همه انجام میدهیم. در این دنیا زندگی کردن، شب خواب کردن، یا که خوراک خوردن، یا که وفات کردن و غیر ذلك، همه این عمل هایی که ما مجبوریم که انجام بدیم. و در این نمود انقیاد محبت هست یا نیست، رضا هست یا نیست، یا که رغبت هست، فرق ندارد. به رغبت و به رضا و به محبت به وجود می آید. و این چنین دومین نمود انقیادی که به محبت و به رضا و به رغبت است، این انقیاد منافقین. انقیاد منافقینی که اسلام را بد می بینند. انقیاد اونها باطنی نیست. انقیاد منافقین ظاهری هست. یعنی ظاهرا اسلام را نشان می دهند، ظاهرا عمل می کنند، اما باطنا رضا، محبت، رغبت ندارند. چرا که محبت، رغبت، رضا این اصلش در قلب است. پس انقیاد این نمود انقیاد یعنی انقیاد ظاهری، انقیاد عمل نمودنی که عمل ظاهرا عمل هست اما در باطن محبت نیست، دوستداری شریعت نیست، رضا از شریعت نیست، رغبت به شریعت نیست. این نمود انقیاد در روز آخرت به صاحبش هیچ فایده نمی بخشد. به عباره دیگر بگیم هر کسی که در این دنیا خودنمایی بکند، به خاطر دنیا عمل بکند و در قلبش ایمان حقیقی، محبت، رضا و رغبت نداشته باشد، در این دنیا این عملش به وی فایده میدهد. فایدهش این است که این انسان را، انسان‌های دیده مسلمان میگند خونش حرام است، این انسان را به قتل رسانده نمی شود، اما در روز قیامت این انسان به جنت نمی رود، این انسان نجات نمی یابد. کلمه لا اله الا الله به این انسان فایده نمی بخشد. چرا که این انسان عمل ظاهریش این فقط برای ریاگی بود، برای نجات یافتن یا برای فریب دادن مسلمان ها بود و این منافق بود. منافق چیست؟ نفاق را ما بیان کردیم که البته نفاق این ضد صدق است. نفاق را بیان کردیم و گفتیم که اظهار کردن اسلام و ابطان الکفر. ظاهرا اسلام را نشان میدهد، خودش را مسلمان مینامد، اما در باطن کفر دارد. یعنی در باطن به شریعت راضی نیست، به شریعت محبت ندارد و این چنین به شریعت رغبت ندارد. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی از چنین انسان‌ها راضی نمی شود. چرا که الله از همون انسان‌های راضی می شود که باطناً و ظاهراً اینها انقیاد داشته باشند. اما بارک الله فیکم انقیادی که انقیاد منافقین است، یعنی عمل کردنی که عمل کردن منافقین است، ظاهراً عمل میکند اما در دلش محبت و رضا و رغبت ندارد، حکم این را انقیاد حکمی گفته می شود، انقیاد حقیقی گفته نمی شود. چخیلی که ما در حلقه گذشته مسلمان را به دو قسم تقسیم کردیم، مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی. مسلمان حقیقی کسی است که هم باطنش و هم ظاهرش اسلام آورده است. مسلمان حکمی کسی است که ما از باطن وی، از عقیده وی بیخبریم اما ظاهرا میبینیم که نماز میخواند، حکمش مسلمان است. یعنی این کشته نمی شود، قتل کرده نمی شود، مالش گرفته نمی شود، مالش حرام است، اذیت دادنش حرام است، اما
ما حقیقتا نمیتونیم بگیم که این مسلمان مؤمن حقیقی است، چرا که ما از این بخبریم. این چنین این انسان هم کسی که انقیاد را انجام میدهد اما باطنش محبت رضا ندارد، ما از باطن اون که خبر نداریم این رو مسلمان میگیم، اما مسلمان حکمی است. بارک الله فیکم. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب ایمان میگن که فالمنافقون قالوا مخبرین كاذبین فكانوا كفارا في الباطن وهؤلاء أحبار اليهود قالوا غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. یعنی منافقها اینها کسانی هستند که خبر از شریعت دارند، حقیقت را میفهمند، اما دروغگویان و دروغ شمارندگانند، به همین خاطر کافرند، باطناً کافرند. اینها منافقین باطناً کفارند و اینها به مانند احبار یهود، علمای یهود هستند که حق را میدانند و عمل نمیکنند. گفتند یعنی شهادت میدن لا اله الا الله را، اما ملتزم به طلباتهایش نیستند، انقیاد را انجام نمیدند. پس سبحان الله این چنین انسان ها میگند منافق هستند. و اما البته احبار الیهود هم ظاهر و هم باطن کفار شده است. پس برادران و خواهران موحدم بارک الله فیکم، مسئله انقیاد مسئله بزرگ است و همین دین اسلام قائم بر دو چیز است. اولش تصدیق است و قبول است، دومیش انقیاد است. تصدیق متعلق به خبر است، انقیاد متعلق به امر است. خیلی که ما پیشتر بیان کردیم که تمام این کلام الله به دو قسم تقسیم شد، خبر است و امر است. و تصدیق کردن خبری الله و امر یعنی انقیاد، روبروش انقیاد کردن، عمل کردن امرهای الله. بارک الله فیکم. پس تصدیق و قبول و انقیاد این اساسی چیزهایی است که اسلام در بالای این قائم می شود. بارک الله فیکم. پس علما میگن که علاقه بین انقیاد و قبول چیست و فرق بین انقیاد و قبول، چی فرق است؟ ما در حلقه های گذشته هم چندین مراتب بیان کردیم که بعضی از کلمه ها هست که به همدیگریش به نهایت نزدیک است. اگر هر دوی این کلمه در یک جمله پهلو آید، هر دوی این کلمه معنای علاهیده دارد، به مانند ایمان و اسلام، یا که به مانند شرک و کفر. اگر در یک جمله ایمان و اسلام آید، اسلام معنای خود را دارد، ایمان معنای خود را دارد. در یک جمله کلمه کفر و شرک آید، کفر معنای خاص خود را دارد، شرک معنای خاص خود را دارد. و این چنین کلمه انقیاد و قبول اگر در یک جمله آید، هر دویش معنای خاص خود را دارد، معنای جداگانه دارد. قبول معنا دارد معنای خود را، انقیاد معنای خود را. اما اگر در یک جمله فقط انقیاد آید، قبول نآید، انقیاد معنای قبول را میدهد. یا در یک جمله فقط قبول آید، انقیاد نآید، دانید که این قبول معنای انقیاد را هم دارد. انقیاد آید معنای قبول را، قبول آید معنای انقیاد را. چخیلی که در یک جمله اگر اسلام آید و ایمان آید، اسلام هم معنای ایمان را میدهد. اگر در یک جمله کلمه کفر آید و کلمه شرک نآید، کفر معنای شرک را میدهد، یا برعکس. بارک الله فیکم. پس این بود فرق اینها و علاقه اینها. و بهترینش با این است که علما میگند قبول این باطنی هست، یعنی به قلب قبول کردن عمل قلب است. یعنی القبول شرط ششم صحت لا اله الا الله، این عمل قلب است و عمل زبان است. زبان شهادت میدهید، گواهی میدهید، قبول میکنید، و با قلب تصدیق میکنید، قبول میکنید. و انقیاد عملی ظاهری و جسمی است. بارک الله فیکم. پس ابن تیمیه رحمه الله در کتاب صارم المسلول از مرجئه سخن میکنند و میگن که وظن من ظن
أنه رأي التصديق والقبول، رأى التصديق والقبول أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد، وإلا فقد يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر. شیخ الاسلام ابن تیمیه اینجا صفت مرجئه ها را بیان میکنند و میگن که گمان کرد، بسیار گمان کننده های و فکر کرد که تصدیق و قبول اصلی جمیع ایمان است. این مرجئه ها است. یعنی مرجئه ها گمان میکنند که ایمان، تمام اصل ایمان، اصل تمام ایمان این چی است؟ فقط میگه تصدیق است و قبول است. در نزد مرجئه انقیاد عمل وجود ندارد. خیلی که ما در مسئله ایمان شناسی بیان کردیم که مرجئه ها در مسئله ایمان چی میگند؟ الاقرار و التصدیق، یا که النطق و التصدیق، یا که النطق و الاقرار، یا که فقط نطق. در نزد مرجئه عمل از ایمان نیست، یا که اگر عمل را از ایمان گویند هم، خیلی که امروز مرجئه های نو پیدا شده زمانوی میگویند عمل از ایمان است میگند، اما انیق باید فهمیم که عمل رکن ایمان است، عمل صحت لا اله ایمان است، عمل صحت لا اله ایمان است. یعنی عمل وقتی که به وجود نآمد ایمان صحیح نمیشود یا میشود. برای که اهل سنت میگند که عمل از ایمان است، یعنی عمل رکن ایمان است، عمل شرط صحت ایمان است. وقتی که عمل نشد، جنس عمل نابود شد یا بعضی از عملهای اصول دین ترک شد، کفر میشود انسان. اما مرجئه ها میگن که عمل از ایمان است، اما عمل یک چیزی کامل کننده ایمان است. اگر عمل نباشد هم ممکن است که ایمان با وجود آید، که این سخنی غلط است. پس بسیار مرجئه ها فکر کردند که تصدیق و اقرار یا تصدیق و قبول این اصل ایمان است، اصل تمام ایمان است، دیگر چیزی نیست. اما یک اصل دیگری ایمان را نفهمیدن، خیلی که شیخ الاسلام تیمیه میگه، و این انقیاد است، عمل کردن. چرا که بسیار حالت می شود که میگند انسان رسول الله را تصدیق میکند، هم در ظاهر هم باطن، به قلبش و به ظاهرش رسول الله را تصدیق میکند و میگه که حق است، اما عمل نمیکند، امرهای رسول الله را به جا نمیارد. پس این مسلمان نیست، کافر است. و این چنین در کتاب ایمان از اقرار میگن که یتناول الالتزام والتصدیق ولا بد منهما وقد يراد بالاقرار مجرد التصديق بدون الالتزام والطاعه. پس این بود بارک الله فیکم علاقه بین انقیاد و قبول. اما اکنون به شما بیان میکنیم که فرق بین انقیاد و قبول چیست. علما میگن که انقیاد عام از قبول است. یعنی انقیاد معناش عامتر است، وسیعتر است، بزرگتر است از قبول. قبول این خاص است، اما انقیاد عام است. چرا که تمام انقیاد شرعی قبول را در بر میگیرد و در معنیش قبول را دارد. یعنی هر کسی که عمل میکند قبول را دارد، اما همه قبول انقیاد را در زیرش و یا در معنیش ندارد. چرا که در بعضی حالت بعضی انسان ها رو میبینیم که اسلام را قبول میکند، امر اسلام را قبول میکند، امر اسلام را دوست میدارد، اما عمل نمیکند، انقیاد نمیکند. اما وقتی که انقیاد کرد، معناش این است که این انسان قبول کرد که انقیاد کرد. پس مقصد در اینجا، مقصد ما این انقیاد شرعی است. در اینجا مقصد ما انقیاد نفاقی، انقیاد منافقین ظاهری که به قبول نیست، این نیست. مقصد ما انقیاد حقیقی است. این بود فرق انقیاد و قبول. انقیاد این عام هست، در بعضی حالات میشد که انسان قبول دارد اما انقیاد ندارد، اما انقیاد همیشه در زیرش قبول دارد، غیر از انقیاد منافقین. منافقین عمل میکنند اما در زیرش قبول ندارد، برای اینکه اینها قبول نداشتند، باطنا قبول ندارند. علما میگن انقیاد این متعلق به عملهای ظاهری است، اما قبول این متعلق به زبان است و عمل قلب و باطنی است. فرق انقیاد چی است؟ فرق انقیاد و قبول بین اینها چه فرق است؟ میگن که انقیاد عام هست، قبول خاص است. یکم. دوم، انقیاد متعلق به عملهای ظاهری است، تعلق به عملهای ظاهری دارد، اما قبول تعلق به عمل باطنی دارد و تعلق به عمل زبان دارد. فرق دیگر این که قبول پیش از انقیاد است. قبول همیشه پیش از انقیاد می آید. چرا که انسان اول قبول میکند بعد عمل میکند.
یک چیز رو قبول نکرده باشد، بی خبر باشد، عمل نمی شود. پس انقیاد این یک ثمره قبول است که انسان وقتی که قبول کرد انقیاد میکرد. و این است که هر چهارم فرق این است که انقیاد یا که اولا میگیم قبول حقیقی، قبول حق و صادق از خودش انقیاد را به وجود می آورد. و انقیاد حقیقی و صادق در برگیرنده قبول است. پس همه انقیاد کننده قابل است و قبول کننده است و همه قبول کننده انقیاد کننده نیست. بارک الله فیکم. و اینجا میگذاریم به مسئله دیگر. با همین صحبت به شما بیان گشت که فرق انقیاد و قبول چیست و انقیاد به قبول چی علاقه دارد. و حالا میگذاریم به فرق بین ترک و رد. ترک و رد چیست؟ چرا این کلمه رو ذکر میکنیم؟ چرا که ما پیش از این کلمه انقیاد رو به شما بیان کردیم، قبول رو به شما بیان کردیم. ضد قبول و ضد انقیاد این ترک است و رد است. خیلی که در حلقه گذشته به شما بیان گشت، شرط ششم صحت لا اله الا الله این قبول است. قبول کردن شریعت، قبول کردن توحید، الولا والبرا و غیر ذلك. و ضد همین کفر رد است. انسان شریعت رو قبول نمیکرد و رد میکرد، این کفر است. و گفتیم شرط صحت هفتم لا اله الا الله این انقیاد است، عمل کردن است. ضد انقیاد، ضد عمل این چی است؟ ترک است. خیلی که کلمه قبول و کلمه شرط ششم صحت لا اله الا الله و شرط هفتم صحت لا اله الا الله به هم دیگر تعلق داشت و فرق داشت، این کلمه ترک ضد هر دو این کلمه، ترک و رد، ضد قبول رد و ضد انقیاد ترک، از هم دیگر فرق دارد. رد عادتاً به قلب می شود. رد این عملی قلبی است. چرا که رد مقابل قبول است. قبول که عملی قلبی هست، رد هم عملی قلبی است. رد به زبان و به قلب است. رد عادتاً به قلب و اینچنین به زبان می شود. رد این به مانند کفر جهد، کفر جحود یا که کفر تکذیب و کفر انکار است. کفر رد کردن، کفر تکذیب یعنی دروغ شمردن، کفر انکار کردن شریعت. و همه این کفرها، کفر رد، کفر جهد، کفر تکذیب، کفر انکار، اینها مقابل و ضد قبول هستند. شرط صحت ششم صحت لا اله الا الله. اما ترک، اصل ترک این با جسم است. ببینید فرق ببینید. رد با قلب است، ترک با جسم است. انسان با جوارحش، با جسمش ترک میکند، عمل را انجام نمیدهد. و این کفر به مانند کفر اعراض، کفر تولی، کفر ایبا است. کفر رد به مانند کفر جهد، تکذیب، انکار بود. چرا که این نمود کفرها همه کفرهای قلبی است. خوب دانید کفر رد، کفر جهد، کفر تکذیب، کفر انکار، اینها همش کفرهای قلبی که اصل این کفر قلبی اعتقادی، و کفرهایی که مرجئه ها این کفر را قبول ندارد. چرا که مرجئه ها فقط کفر اعتقاد را قبول دارد، رد، جهد، تکذیب، انکار را. اما کفر قلبی و کفر ظاهری به مانند ترک، اعراض، تولی، ایبا که اینها مقابل انقیاد است. بارک الله فیکم. پس آیا یگان دایره معینی هست که ما انسان ترک کننده انقیاد را فهمیم؟ یعنی آیا ما می توانیم یگان انسان را انیق بگوییم که با فلان ترک کردن عمل انسان انقیاد را نابود میکند و تو فلان را عمل را ترک کردی و انقیاد از تو نابود شد؟ یعنی آیا یگان دایره و یگان حدود معین هست که انسان وقتی که همین عملها را انجام نداد یا که از این حدود گذشت از انقیاد بیرون می شود یا که انقیاد را ترک میکند؟ علما را میگن ضابط فاقد الانقیاد، ضابط فاقد انقیاد، ضابط ترک کننده نابود کننده انقیاد. علما میگن که ضابط در انقیاد یعنی دایره انقیاد این است که هر کسی که عمل را انجام بدهد، یعنی صاحب انقیاد کیست؟ هر کسی که عمل را، فعل را، امرهای الله را بجا بیاورد.
این ضابط انقیاد است، یعنی دایره انقیاد. به همین چیزها انقیاد به وجود می آید. انقیاد چگونه به وجود می آید؟ عمل، فعل امرهای الله. اما دایره نابود شویش چیست؟ چگونه انقیاد نابود میشد؟ ترک همین چیزهای گفتم. وقتی که به عمل انقیاد به وجود آید، وقتی که عمل رو ترک میکنیم نابود میشد. وقتی که فعل امرهای الله رو با جا آوردن امرهای الله سبب به وجود آمدن انقیاد باشد، ترک امرهای الله نابود شدن است. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که ان جنس الاعمال من لوازم ایمان القلب، و ان ایمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهرة من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان. این در مجموعة الفتاوی مجله اوم اول صفحه 615 آمده است. میگویند البته جنس اعمال، عموم عمل، از یک چیزهای ضرورترین لوازم ایمان قلب است و ایمان قلب یعنی ایمان قلبی پره به یگان چیز از عملهای ظاهری به وجود آمدنش ناممکن است. یعنی وقتی که یک انسان میگه که من در قلبم ایمان کاملی اسلامی دارم، همین سخنش همان وقت تصدیق می شود که عمل انجام میدهد. وقتی که عمل رو انجام نداد، این ناممکن است که در قلب آدم ایمان باشد اما عمل نکند. این سخن دلالت میکند که به مفهوم مخالفه، هر کسی که گفت که دل من ایمان دارد، ایمان در قلب است، گفت خیلی که امروز مرتدها میگویند، این مرتدهای حکومت دارم همین خیلی میگن، حالا همش جهمی است، صوفی ها و غیره، و اکثر انسان ها میگن که ایمان من در قلب است. این سخن رو گفت اما عمل انجام نداد، عمل نکرد، انقیاد رو انجام نداد. این دلالت میکند که سخنش دروغ است نسبت قلبش ایمان ندارد. چرا که شیخ الاسلام میگویند که ایمان قلب تام، یعنی انسانی که قلبش ایمان کامل و تام و پر دارد، ناممکن است که عمل رو انجام ندهد. فرقی ندارد که این انسان عملی ظاهری جسمی از لوازم ایمان گرد یا که از جزئی ایمان گرد، فرقی ندارد. عمل از جزئی ایمان میگید، از شرط ایمان میگید، از رکن ایمان میگید، فرقی ندارد. وقتی که قلب ایمان حقیق شد، چیزی گوید هم عمل باید پیدا شد. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که تعلق به هفتمین شرط صحت لا اله الا الله داشت و ان شاء الله در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به مسئله انقیاد است به شما بیان میکنیم. پس از الله سبحانه و تعالی